دوستان سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال ما، یعنی من و ما. بچه ها این مسیری که دارید میبینید مسیر هشگرد به طالقانه. یه مقداری هم آدم بد راننده توش زیاده، خیلی جاده خطرناکیه. امیدوارم که ولاگ خوبی بشه. سعی میکنم از جای جذاب و دیدنی براتون ویدیو بگیرم. توی این ویدیو این دوستان هم با همون هستن، آراد و کاربود و جناب وزارت جنگ. این فیلم های خارجیه. فکر کن تو بهار بیا اینجا چقدر سرسبز و زیباه. کار اومدی؟ آره؟ بچه اینجا بازارچه سنتی طالقانه. بله اینا رو ببین. الان من میام نه اینجا یه فیلم بگیرم میام. سلام، مزاحمتون میشیم حتما. سلام خانم. خیلی ممنونم. سلامت باشین. خوری نگاه میکنم خانمتون که بپیچه؟ اشکالی نداره، دیدیم همه رو. آره می‌بینی چه گردنی میاد پایین بالا بالا پایین. چقدر سمنه اینجا زیاده. کجا رفت؟ هنوز هم اونجاست. سلام. چقدر نرم. نه بیرون. تو چرا اینجوری کردی خودتو؟ بیا این بر. بچه ها یه اتفاق جالب، ما راهو پیدا نمی کردیم. این سگا راهو بهمون نشون دادن که بعد از کجا بریم. برو. اون دوتا جلو میرن، این عقب میره، انگار محافظ ما. آره دقیقا. بیا. میره جلو هم وای میسته که مطمئن شه ببینه داریم میان. بچه ها این سگا با ما راه افتادن از جلو در خونه که گرفتیم، از جلو در سویت. ما 2 تا لقمه نون به اینا دادیم خوردن. از اون بالا دارن با ما میان. واو 102 دیگه از این ور بریم. البته مستقیم بریم، مستقیم هم میتونیم بریم، از این ور هم میتونیم بریم. کجا میره؟ اون دفعه از اینجا اومدیم بالا. آره این ولی داره از این ور میره. اسماعیل بابا اسماعیل چیه؟ این اسم نداره که اسماعیل بهش میگه. اون نمیفهمه که تو چی صداش میکنی. خدا دیگه فهمیدی موقع نشون دادی. بچه اینا به ما راهو نشون دادن تا دم صد ما راه آوردن. جالبه نه؟
امشب براتون سورپرایز داریم بچه‌ها. امشب میخوام براتون یه ویدیوی خیلی خوب بگیرم اینجا. حالا دیدی سگ ترسدی؟ بابا اینا میفهمم با شعورم. کیف کنید. بابا میگه بیشورم. آب بازه میکنه نکن. اینجا سد طالقانه. امشب براتون یه سورپرایز دارم بچه‌ها. بچه‌ها نگاه کنین، به محض اینکه گفتیم میخوایم برگردیم این دوتا دویدن رفتن بالا. مسابقه گذاشته بودن. آره. بعد وای میستن ما بهشون برسیم. دوباره میرم. اینو بگی؟ وایستا دارم از ماه فیلم میگیرم. بچه ها اینا رو ببینین، وایسادن تا ما بهشون برسیم. الان که رسیدیم با ما دوباره راه افتادن. بچه ایست جالب نگاه کنین، این دوتا هنوز دنبال ما میان. نمیخواد نور بریزی بدتر دیده نمیشه. چی از آسمون دیده نمیشه. بچه ها ببینیم کجا بسه اینو بده من. بابا صدا. نه بابا کاری نداره، اینا بغلمون داره راه میاد. بچه اینا اصلا از زور ما اومدیم اینجا، مواظب ما هست. همینجوری هر جا میریم دنبالمون میاد. بچه دور این نور قلمبه رو بگیر بنداز رو زمین رنگین کمون. اینجا الان دیگه کسی نیست که بخوام آروم کار کنیم دیگه. چشم رو بچه این سگه خیلی جالبه ها. بعد از ظهر ما هر جا میریم دنبالمون میاد. کجا داری میریم؟ این دوتا سگ، این دوتا حیوان هر جا میریم مواظب بمونن. خب سگ داشته باشی چه این بغلت نمیاد؟ حالا ما نمیخوایم همچه این کنارمون بیاد.
هستن که میخوان گیج برن بخورن زمین. من شدید چشا رو؟ وایساده چشاشو میبینی خاموش هم میشه؟ اینه بابا اینجوری لحظه میبینی ما بیان بیت برگردیم بریم. این چی بود؟ یه لحظه باز میکنم بیا بریم. نور بیره کنار خیلی بود کردم. خیلی جالبه این حیوان. از بعد از ظهر داره این یکی دنبال ما میاد. فقط احساس کردم. مواظب بمون باشم. چی بوده قضیه؟ نشدم فرشته نجاتم نمیخوام ببینم ببینم پشتم هم با ما داری میای؟ خیلی مشتی هستی، دمت گرم. بسم الله الرحمن داد نزن. خب چی میلاه؟ موش ناشش پیدات کردیم. ناشش بکن چینی هم میگیرم اینو سخاری میکنم. وای چه خوشگله. بالا این نخون واقعا خیلی بودم. بیا بلش کن خب بپرد وایسا بابا نمیدازه وقت اومدیم جن پیدا کنیم. وایسا با همونه بابا رفت توی رفت تو علفا. نخوری زمین دوباره. نیستن نمیدونم. نه این اینجاست. نه اینجا این خوابیده اینجا. نه اینجاست. بابا شما جفتتون خیلی مشتی هستین خدا وکیلی. این اینجا خوابید. این اینجا خوابید. ما رسیدیم به سویتی
خب بچه ها الان دیگه داریم برمیگردیم به سمت خونه. هم روز خیلی خوبی داشتیم اینجا، هم شب خیلی قشنگی. این هم مسیر برگشتمونه. جان آره شبش اینجا پر از حشره و سنجاقک و این داستان ها بود. خیلی واقعا اذیت میکن، تمام سر و صورتمون رو زدن. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت کافی و وافی رو برده باشیم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار همتون.